روشن کن. مگه خدنگتم؟ پاشو مبارک کن یه تکون بده. بچه‌ها نگران جاشم نباشید، من داییم شمال یه خونه کرایه کرده. که چی؟ خب احمق، میتونم کلیدشو بگیرم. حالا جاش خوب هست؟ آره حاجی، لاکچریه، بریم یه اشغالی بکنیم. خب مشکل مکانمونم که حل شد، فقط میمونه ماشین. منم ماشینو جور میکنم. خوبه به یه دردی خوردی. خودت چه گویی میخوری یزید؟ منم قلیونو میارم. پرچمت بالاست داشتنید. خب خدا رو شکر دیگه همه چی جور شد. بریم قهوه خونه دمی بگیریم که دیگه فردا میخوایم حرکت کنیم. این سنگ چرا نیومده پایین؟ یه زنگ بهش بزن. این دلش فوش میخواد. سعید ما رو کیف خودت کردی؟ بیا پایین دیگه. الان میام پایین حاجی، دارم بند کفشمو میبندم. این یزیدو من میشناسم، به مولا که تازه خواب بیدار شده بود.